معنی بخشیدن یک دل به یک لبخند چیست؟ من پشیمانم، بگو تاوان آن سوگند چیست؟ گاه اگر از دوست پیغامی نیاید بهتر است. داستان‌هایی که مردم از تو میگویند چیست؟ خود قضاوت کن، اگر درمان دردم عشق توست. این سر آشفته و این قلب ناخرسند چیست؟ چند روز از عمر گلهای بهاری مانده است. ارزش جان کندن گلها در این یک چند چیست؟ از تو هم دل کندم و دیگر نپرسیدم ز خویش. چاره معشوق اگر عاشق از او دل کند چیست؟ عشق، نفرت، شوق، بیزاری، تمنا یا گریز، حاصل آغوش گرم آتش و اسفند چیست؟ بگذار اگر این بار سر از خاک برآرم، بر شانه تنهایی خود سر بگذارم. از حاصل عمر به هدر رفته ام ای دوست. ناراضیم اما گله ای از تو ندارم. در سینه ام آویخته دستی قفسی را، تا حبس نفسهای خودم را بشمارم. از غربتم اینقدر بگویم که پس از تو حتی ننشسته است غباری به مزارم. ای کشتی جان حوصله کن، میرسد آن روز. روزی که تو را نیز به دریا بسپارم. نفرین گل سرخ بر این شرم که نگذاشت، یک بار به پیراهن تو بوسه بکارم. ای بغض فرو خورده مرا مرد نگهدار، تا دست خدا حافظیش را بفشارم. غمخوار من، به خانه غمها خوش آمدی. با من به جمع مردم تنها خوش آمدی. بین جماعتی که مرا سنگ میزنند، میبینمت برای تماشا خوش آمدی. راه نجاتم از شب گیسوی دوست نیست. ای دل، به آخرین شب دنیا خوش آمدی.
پایان ماجرای دل و عشق روشن است. ای قایق شکسته به دریا خوش آمدی. با برف پیریم سخنی غیر از این نبود. منت گذاشتی به سر ما خوش آمدی. ای عشق، ای عزیزترین میهمان عمر، دیر آمدی به دیدنم اما خوش آمدی. آخر آب و گلش کنار نیامد، دریا با ساحلش کنار نیامد. برکه دلش را فروخت اما دریا با ماه کاملش کنار نیامد. باز به خاک آرمید هرچه که رویید، مزرعه با حاصلش کنار نیامد. از تو شکایت کنم که خلق بگویند، بی سر و پا با دلش کنار نیامد. اشکم و آتش خوشا کسی که اگر سوخت و با مشکلش کنار نیامد.